چته دختر؟ جن دیدی مگه؟ چته؟ چرا خشکت زده؟ نکنه عدد کم آوردی؟ سوسک. ایول پریده بی خود ما رو تردید نمیکرد. میدانستیم اینجوریه حساب شده تر عملیات میکردیم بالا. همچی میگه عملیات؟ حالا مثلا حساب شده تر عمل میکردیم میخواستی چیکار کنیم؟ خواه همون اول خیلی حرفه‌ای میرفتیم چغلیشه به بابای میکردیم. اسد والا نزدیک بود توی تحقیق بگریزا من جان من دست بدم. پس شما جوش خودت میزنی؟ نه خیر، بنده نگران شمام که هنو مور سرپرستیت خوش نشده با یه ندانم کنی معلق شی بری هوا. آقای احمد آقا، شما نمیخواد قصه منو بخوری. این آقا قاضی هست ولی معصوم نیست. منم نمیگم معصومه.